بسم الله الرحمن الرحیم. ما کلاس خوانده بودیم، درست؟ داخل کلاس ما متد ها را ساخته بودیم. ما یک کلاس داشتیم، مین کلاس به نام هاسپیتال. چرا مین کلاس است هاسپیتال؟ مین متد دی موجود است. حالا ما دیگر کلاس ساختیم به نام امپلای. داخل کلاس امپلای ما سه وریبل داشتیم، یعنی اینستنس وریبلز، یک و دو متد ها داشتیم، یک به نام set دیتا و یک به نام print دیتا. وریبل ها و متد ها را ما چی میگیم؟ ممبر آف کلاس. ممبر ها هستند، رکن کلاس هستند، درست؟ ما سه وریبل داشتیم، هر سه وریبل که هستند string name، double salary، string address. صحیح است؟ اینا ما چی گرفتیم؟ access modifier از چی است؟ پرایویت است. حالا یکم نسخه در جاوا باید شما تو نشته کنید. سی پلس پلس اگر یادتان باشه شما یک دفعه نشته میکنین پرایویت، بار از کالن اضافه میکنین. در جاوا تو نمیشه. در جاوا باید شما پیش روی هر کدامش هر وریبل شما باید اکسس اسپسیفایر نشته کنین. ببینین اگر ما هیچ چیز نشته نکنم، این آلی به شکل چیست؟ به شکل دیفالت است. این به شکل چی است؟ دیفالت است. ببینید ما چندین اکسس مودیفایر داریم، یک به نام پرایویت، پابلیک، دیفالت، پروتکتد. در جواب به شکل نورمال از دیفالت دیتا اکسس اسپسیفایر چیست؟ دیفالت است. دیفالت به چی معنا؟ چیزی نوشته نمیشه. دیفالت پابلیک پرایویت چیزا نوشته نمیشه. دیفالت به این معنا به شکل نورمال شما میتونین به این دسترسی داشته باشین. در کجا دسترسی داشته باشین؟ ببینین سه وریبل که ما معرفی کردیم داخل کدام کلاس است؟ امپلای است. داخل امپلای سه وریبل که ما معرفی کردیم ما میتونیم داخل کلاس هاسپیتال به او دسترسی داشته باشیم. چطور؟ بین اینجا از طریق آبجکت امپلای کلاس ببینین ادرس آمده. ادرس مساوی با دبل کوتیشن اند سمی کالن نشته میکنم برش. بطور مثال کابل. باز میگم ام دات ببینین نیم مساوی با دبل کوتیشن احمد. باز ام دات سالری معاش نشته میکنم، دبل است باید دبل کوتیشن نبیه، یک معاش نشته کنین نبایش. ببینین شما سه وریبل دارین، ادرس، نیم، سالری. در کدام کلاس هسته؟ کلاس امپلای. دیتا اکسس اسپسیفایر از چیست؟ دیفالت است. دیفالت یعنی پابلیک است، خود نشته نمیشه. یعنی شما میتونین باید دسترسی داشته باشین داخل کلاس یا هاسپیتال. این معلومات برش دارید. اگر خواسته باشین پرینت هم میکنین. system.out.print ln. ما برش میگم که your information is equal to concatenate em.name. چرا em.name نشته میکنم؟ چرا em.address نشته میکنم؟ چرا که این وریبل کلاس امپلای است و em آبجکت نماینده کلاس امپلای است. ما از طریق آبجکت کلاس امپلای وریبل های کلاس امپلای را چه کردیم؟ اکسس کردیم، دسترسی پیدا کردیم. پوښښ په دې باندې د درې واړه ویریبل په کوم کلاس کې دي؟ په امپلای کې دي. که ته غواړې درې واړه ویریبل د قیمتونه ورکړې نو د کلاس ته به آبجکټ جوړوې. آبجکټ لرنه ته کولی شي چې دغه درې ویریبلونو ته لاسرسی ولري. که ته قیمت هم ورکوې او که پرنټ کوې بیا به هم em ډاټ نیم لیکې. صحیح؟ د آبجکټ او ډاټ سره د ویریبل نوم. بازو کانکټینیټ نه باید فاصله باشه. صحیح است؟ یا جدا میتون شما ایره چی کنین؟ پرنت کنین براتون. your بطور مثال ما نشته میکنم your name is equal to. درست است؟ همین را کاپی میکنم، کاپی و بعد از او پیست. your ای چی است حاله؟ بطور مثال اول ادرس است نه؟ مشکل نیست، همین را بیارین بعد از اینمی ایره اینیشیلایز میکنم به شکل. صحیح است؟ اینمی را میگیرم. خب نیم درست است، بازو ادرس است. ادرس و پیام هم تغییر میتونم تا که فهمیده شوم. بعد از ما چی داریم؟ بعد از نیم سالری داریم. درست؟ ایره چی با چی باشه؟ em dot salary. بین امیر ما چی کنیم؟ پرنت میکنم در اینجا save run file. بین کلاس هاسپیتال ما رن میکنیم، رن فایل. اینمی نتیجه تان است. ما با ویریبل قیمت دادیم،
ما به وریبل قیمت دادیم، خب وریبل داخل کلاس هاسپیتال نیستن، داخل کلاس امپلوی بودن. از طریق آبجکت کلاس امپلوی ما هر سه وریبل ها را قیمت دادیم و پرنت هم کردیم. That's it. و روز قبلی که ما خواندیم ما متد ساختیم برای ازو که قیمت برش بهتر، یعنی ما مستقیم میتونیم این کار به خاطر چی کردیم؟ به خاطر ازو که اکسس اسپسیفایر ازو چیست؟ دیفالت است. اگر هیچ چیزم نیست، اگر پابلیک نوشته شد، اگر چی نوشته شد؟ پابلیک نوشته شد، باز خود 100% معلومدار است که اکسس اسپسیفایر ازو چیست؟ پابلیک است. یعنی شما میتونین بدون کدام شک اینمی را چه کنین؟ اکسس کنین در دیگه کلاس. درست؟ حالا خود 100% میشه، هیچ مشکلی نیست برای تو. دیفالت یک حالتی است که هیچ چیز هم نوشته نمی باشد. دیفالت به شکل نرمال در سی پلاس پلاس به شکل دیفالت چی بود؟ اکسس اسپسیفایر پرایویت بود، لیکن در جاوا دیفالت است، یعنی پابلیک واری است، خود نوشته نمیشه، کدام کیورد نوشته نمیشه، نه پابلیک نه پرایویت نه پروتکتد، یعنی پابلیک است. اگر شما خواسته باشین پرایویت باشه باید نوشته میکنین پرایویت اند ای هم باید چی باشه؟ پرایویت باشه. حالا ببینید خواه وقتی که ما در هاسپیتال میایم اینمی ایرر داد، میگه شما نمیتونین از طریق آبجکت کلاس امپلوی نیم ادرس یا سالری را اکسس کنین. چرا؟ چی میگه؟ ببینید address has private access in employee. اکسس ازو چیست؟ اکسس مودیفایر ازو پرایویت است. در کدام کلاس؟ در امپلوی کلاس معرفی شده. باز چی میگه؟ ادرس نیم چی میگه؟ نیم هم میگه name has private access, address has private access and salary has private access. پرایویت است. پرایویت به این معنی شما از سه وریبل ها نیم سالری ادرس که هستن داخل امی کلاس استفاده کرده میتونین، که بیرون از کلاس استفاده کرده نمیتونین. اگر این پرایویت باشه و زیادتر هم پرایویت می باشن، پرایویت می باشن. حالا که پرایویت هستن ما نمیتونیم که مستقیم قیمت برش بدم از طریق آبجکت. چه کنیم که قیمت برش روان کنم از اینجا؟ حالا داخل امپلوی کلاس ما یک متد معرفی کردیم به نام set data. کار اینمی set data چی است؟ این قیمت گذاری میکنه یا قیمت میده بین می سه وریبل ها، چرا که set data و اینمی سه وریبل ها داخل یک کلاس هستن. اگر اینمی سه وریبل پرایویت هم هستن set data متد میتونه به او قیمت بده، چرا که داخل یک کلاس هستن اگر پرایویت هم باشن. درست است؟ لیکن متد ما اینجا چی نشته شده؟ روز گذشته ما نشته کرده بودیم پابلیک استاتیک واید. هیچ نیاز نیست که پابلیک هم نشته کنیم، نیاز نیست. درست؟ باید پابلیک نشته نکنید، صرف نشته کنید واید پرنت دیتا، واید ست دیتا. من باز بتانم میگم ما داخل کلاس امپلوی سه وریبل داریم که اکسس اسپسیفایر از او پرایویت است، یعنی شما نمیتونین بیرون از بادی کلاس امپلوی به او دسترسی داشته باشید. داخل کلاس اگر یک متد است به نام ست دیتا، صحیح است، این میتونه به او دسترسی داشته باشه. حالا کار ست دیتا چیست؟ که قیمت میگیره. از کجا میگیره؟ باید بگیره از کلاس هاسپیتال. ست دیتا قیمت میگیره از کلاس، از طریق آبجکت کلاس امپلوی که در هاسپیتال معرفی میشه. از او قیمت میگیره، ذخیره میکنه در سه وریبل، از سه وریبل قیمت میده به خود وریبل هایی که پرایویت هستن. اوس پوه شوی په؟ پوه نه شوی؟ آبجکت پر یک دفعه دی ته وګوره، صرف دی کلاس مونږ په دې کلاس داخل کې درې وریبل لرو چې درې واړه پرایویت دي، خو زه غواړم دا پرایویت دي، زه نشم کولی په هاسپیټل کلاس کې دې ته قیمتونه ورکم، نشم کولی که زه دې ته څنګه قیمتونه ورکم. ما یو بل میتود جوړ کړ په همدې کلاس داخل کې سیټ ډیټا په نوم باندې. زه سیټ ډیټا خو پرایویت نه ده که نه، ته خو پرایویت نه ده که نه، زه کولی شم سیټ ډیټا کال کم په هاسپیټل کلاس کې، خو هغه وخت کې کولی شم چې دا کال کم چې امپلوی ته یو نماینده ولري، یو آبجکت ولري په هاسپیټل کلاس کې. ای ام شته که نه؟ زه ای ام نه بلکل کولی شم اوس سیټ ډیټا کال کم او دې ته قیمتونه راولېږم او هغه قیمتونه بیرته ورکم دغه درې ویریبلونو ته. یعنې هاسپیټل کلاس کې زه نشم کولی مستقیم دې ته لاسرسی پیدا کړم. دې لپاره همدغه کلاس کې مې سیټ ډیټا په نوم میتد ورته جوړ کړ، هغې ته هم ډیټا ورکړله، هغه قیمتونه ورته ورکړل، قیمتونه هم به دې ته ورکړل. صحیح شو؟ قیمتونه خو ورکړل سیټ ډیټا له لارې نه، خو هاسپیټل کلاس بیا هم نشي کولی چې دا درې واړه پرنټ کړي، نیم او ایډرس سیلري نشي پرنټ کولی. د پرنټ لپاره په همدې کلاس کې مې ورته یو بل میتد جوړ کړ په نوم د پرنټ ډیټا.
د دې کار څه شی ده د دې میتود کار د پرنٹ د سیټ ډیټا کار شی قیمتونه به ورکوي درې واړه ویریبلونو ته او پرنٹ ډیټا میتود کار شی ده درې واړه ویریبلونو کې چې قیمتونه دي هغه ما ته پرنٹ کوي او ما ته څه کوي پرنٹ کوي زوس دغه درې ویریبل ته لاسرسی نه لرم په هاسپټل کې لیکن دواړه میتود ته لرم زه به دواړه میتود کال کم یو میتود به کال کم په نوم سیټ ډیټا دی ته به قیمتونه ورکي بل به کال کم چې دا ما ته پرنٹ کړي نو راځئ چې اوس امپلای ته یو آبجیکټ جوړ کړو په هاسپټل کې دا وګورئ ما آبجیکټ جوړ کړی ورته امپلای د کلاس نوم به ولیکئ یو ویریبل نوم به ورته ورکړئ یا انسټنس نوم به ورته ورکړئ یا آبجیکټ ته به نوم ورکړئ ای ایم د نیو کیورډ نیو یو داسې کیورډ دی داسې کلمه ده چې د ای ایم نه څه جوړوي آبجیکټ جوړوي او دلته امپلای کنسټرکټر هم دی نن موږ کنسټرکټر وایو څه شي ته وایي راځو اوس ای ایم ډاټ ګوره اوس دلته ما ته آیا اډرس نیم او سیلري راځي نه راځي ولې هغه پرایویټ دي پټ شول هاید شول دیتا هایدینگ ایرو ما چی میگیم دیتا هایدینگ میگیم دیتا هایدینگ چی معنی ویریبل ها را ما دسترسی نمی داشته باشیم در کجا در داخل دیگر کلاس چرا که پرایویت است یعنی میره وقتی که پرایویت شد دیتا هاید شد ایرو چی میگیم دیتا هایدینگ یک اصطلاح استفاده میشه به خاطر وقتی که اکسس اسپسیفایر پرایویت باشه باید دسترسی دارین این پرایویت نیستن که باید دسترسی پیدا کردین قیمت برازی میتن این قیمت میتا با اینمی سی ویریبل خلاص بیان دنم اینجا ای ام دات سیپ ڈیٹا یو میتد دا وګوره دلته ښکاري ماته سیپ ډیټا پرایویټ نه ده ویریبل پرایویټ دا وګوره استاد دې فنکشن هم نه پرایویټ باشه بالکل میتونه پرایویت باشه استاد حالت دیفالت باشه از کدام از اینم یا ببین ما که چیزا نشته کردیم نکردیم ما میتونم دستی داشته باشم بالکل دارم ببینید ست دیتا میمانه دیفالت است دغه باندې کار نسل ولسه امپلای لکه باس داسې لکه چوکۍ باندې ناسه کار نه کوسه لاندې چې معاونات په دې باندې کار کوي او بالکل ګوره زه ډایرکټ ویریبل د قیمتونو نشم ورکولای یو میتود ته قیمت ورکوم هغه به دی ویریبل ته ورکړي این دا میتود د دې کار چې په دې کلاس کې هم دې کلاس کې چې درې ویریبلونه دي دې ته قیمتونه ورکړي خدا میتود کوم ځای نه راوړي دا ډیفالت دی زه کولای شم آبجیکټ لري نه دا کال کم دې ته قیمتونه ورکم دا بیا ورکی ویریبلونو ته نو زه راځم دلته اوس کال کوم دلته ما کال کوم دا ای ام ډاټ سیټ ډیټا دا می کال خاول قیمت ټول لګت څه شاید دلته وګوره سټرینګ ان ډبل اس او سټرینګ اډرس صحیح स्ट्रिंग अवल शेव नेम वकाना जो बरा शावल डबल कोटेशन के नेम वर्ता वर्कम लाइक इमरान नु में वर्ता वर्क बेश यो सैलरी दा डबल कोटेशन के अंदर राजी बस दस बे वर्ता उली के पदे रकम दा सैलरी शो او دانل मतलब खाली ओजल दा यो नु वर्ता वर्कम लाइक काबल दे मेथड د کال کا ऑब्जेक्ट لارینا خو دې کار شره قیمتونه اخلي او درې ویریبلونه ته ورکوي और अमी वेरिएबलों की कीमत गिरफ्त از طریق मेथड सेट डेटा इनमी मेथड एक दिगा मेथड साखते कि नमी से कीमता इनमी से वेरिएबल बारे में चिकना प्रिंट करना बारे इनमी वेरिएबल हा ई वेरिएबल ने एन एस व ए ई लोकल están ई वेरिएबल हा están कि सिर्फ बखातिर सेट डेटा कार में करन दाखिल इबादी सेट डेटा از استفاده شده میتونه بیرون از استفاده شده نمیتونه लेकिन नमी वेरिएबल हा خود داخل کلاس هستن میتونه پرنت دیتا که باید دسترسی داشته باشه درست است ما باید پرنت دیتا را کال نکنیم باید پرنت دیتا را هم کال کنیم نه پرنت دیتا تاکه نمیار را پرنت کنه برای ما بین هاسپیتال باز آبجکت کلاس امپلایی چی بچی نام است آبجکت کلاس امپلایی بچی نام است ای ام دات پیشتر set دیتا را کال کردیم این بار پرنت دیتا را کال میکنم خلاص این قیمت نمیگیره صرف کال میشه تاکه پرنت کنه برای ما رن فایل رن شد این میاره برای ما پرنت کرد درست است ما صرف دو سه لاین کد کردیم دیگه کارا خودش میکنه انجام میده این می کلاس لیکن این کلاس ما رن کردن نمیتونیم چرا که داخل از اون من میتود نیست این می اکزیکیوشن میکنه این می کلاس ګوره پرونه ما درته ویلې یو اپلیکیشن چې کله موږ جوړو اول خو په جاوا کې چې موږ هر کار کوو باید کلاس داخل کې وکړي صحیح ده اوس کېدای شي سبا ته یو سافټویر جوړ کې مختلفې صفحې لري کنه ته کېدای شي هر صفحه یو کلاس ووسیږي د هر کار لپاره ځان ته کلاس ووسیږي
صحیح شو. مثال د نوی ریکارډ د اډ کولو په خاطر ته یو بل صفحه ځان ته پکار ده. صحیح شو. لکه ما پرونه مثال درکړی نن زه بیا درته وایم دغه ځکه مثال په توګه دا د لاګین فارم دا په خپل یو کلاس ته اوس دا ګرافیکي کلاس دا یو کلاس ته ځان ته وګوره نو مې څه دلته ما ته وایي په دغه ځکه دا ګوره څه شو دا لاګین کلاس ته ګوره لاګین فارم ډاټ جاوا د ځان ته کلاس ته پوه شوې څه شی ده ځان ته یو کلاس است لاگین فارم این خودش یک کلاس است اینمی نیو ریکارد ببینید این جدا یک کلاس است با چی نام است به نام نیو ریکارد دات جاوا این جدا کلاس است اینمی کجاست اینمی اپدیت ریکارد این جدا یک کلاس است مین از کدام است اینمی ریکارد اگر شما بیاین ریکارد کلیک کنین داخل اینمی تمام مین متد هستند درست است مین متد هستند خب ما بعضی کلاس ها را داریم که مین متد نداره صحیح است چرا ما ضرور نیست که در یک کلاس باید مین متد باشه نه خیر او خو در وقت نیاز است که شاید شما در یک کلاس تمام کلاس ها را اکزیکیوت کنه صحیح است بعضی کلاس ها هستند خودشان باید اکزیکیوت شوند باید مین متد داشته باشه صحیح است شما مجموعه کلاس ها را شاید داشته باشند وقتی که یک اپلیکیشن هم میسازین شما که این کلاس اول که ساخته میشه او شامل چی می باشه مین متد می باشه اگر هیچ کلاس به نام مین کلاسی که داخل از مین متد نباشه پروگرام تان اکزیکیوت شده نمیتونه باید اکزیکیوت شه نام کلاس بده مثلا امپلوی ران اکزیکیوت شه و داخل از هر چی که باشه خودش باشه این طور است ها شما که آبجکت می سازین به این معنی از طریق آبجکت که یک کلاس شما ممبرهای کلاس امپلوی را چی میکنین اکسس میکنین همون طور است ما سویله دا آبجکت لارینا ما آبجکت به خاطر چی ساختیم که تمام ممبرهای که ویریبل باشه شاید متدها باشه او را دسترسی پیدا کنیم با درست است حالی که ما در اینجا چی داریم از طریق آبجکت داریم ایم میتونیم که تمام متدهایی که دیفالت یا پبلیک هستند با او دسترسی پیدا کنیم اگر 100 کلاس هم دارین داخل از اون ممبرها هستند ویریبل ها هستند یا متد ها هستند شما میتونین برای 100 کلاس ها اینجا آبجکت بسازین و تمام ممبرهایی که متد ها هستند ویریبل ها هستند با او دسترسی پیدا کنین اینمی یک هاسپیتال کلاس است تمام دیگر کلاس ها را اکزیکیوت کرده میتونه هیچ مشکلی نیست برای فهمیده شد حالا داخل پکیج هاسپیتال ما چندین کلاس داریم 2 کلاس داریم صحیح است یک به نام امپلوی یک به نام هاسپیتال کارهایی که امپلوی اجرا میکنه به سر خود اجرا کرده نمیتونه باید اینمی او را برای روی یک آبجکت بسازه تا که تمام ممبرها را اکزیکیوت کنه یعنی تمام کلاس کال کنیم باید ممبرهاش آره که شما آبجکت ساختین نیاز به آبجکت در کدام وقت پیدا میشه وقتی که نن استاتیک باشه صحیح است آیا متد تان استاتیک است نیست آیا ویریبل تان استاتیک است نیست آیا متد پرینت دیتا استاتیک است نیست شما باید آبجکت بسازید درست است اگر اینمی استاتیک بود استاتیک است شما میتونید مستقیم از طریق نام کلاستان از طریق نام کلاس اینمی set data را کال کنین هیچ نیاز باز نیست که شما چی را نشته کنین em dot ای چیزا را نشته کنین شما مستقیم نشته میکنین employee dot set data حالا چی میگه خواه میگه non static method set data non static است باز بتان میگم اگر static است نیاز با ساختن آبجکت نیست اگر static است با شما نیاز نداره که آبجکت رو بسازین حالا ببین چی میگه non static method set data میگه شما اتو کار کردین به ایمانه که یک set data non static است static است لیکن static خود نشته نشده در اینجا باید چی نشته باشه static باید نشته باشه حالا مشکل دیگه هم زیاد شد میگه مشکل از او حل شد اینجا مشکلتان حل میشه حالا ببینید برطرف شد error لیکن داخل کلاس امپلوی مشکل ایجاد شد چرا میگه شما در استاتیک نان استاتیک ویریبل ها را معرفی کردین یعنی اینیشیالایز کردین
یم باید استاتیک باشن. So static د پبلیک پرایویټ سره رابطه لري. داسې ده ښه. پرایویټ پبلیک پروټیکټډ ډیفالټ دا اکسس موډیفایرز دي، یعنی ته کولای شي یا نشي کولای چې د ممبرس ته بل کلاس کې لاسرسی ولري یا ونه لري. سټیټیک څه وایي؟ که ته لاسرسی لري هم که لاسرسی دې پیدا که سټیټیک لیکل شوی ته باید آبجیکټ جوړ نه کړې، ډایرکټ کلاس لارې نه ته دا باید اکسس کړې. او که چېرته سټیټیک نه ده دا پرایویټ ده دا پبلیک ده ډیفالټ ده لاسرسی لري خو که سټیټیک ده نو بیا ته آبجیکټ ته ضرورت نه لري. او که سټیټیک نه ده ته لاسرسی خو لري ځکه ډیفالټ ده لیکن آبجیکټ باید ورته جوړ کړي. اوس دلته ته باید آبجیکټ جوړ کړي. ګور دا ایرر درکوي، ګور ایرر ورکوي استاد دا آبجیکټ موږ په اسپیټال کلاس کې ځکه مین میتھډ دلته ده. شما نفهمیدین باز باید تفهمیږم ښه بین نمینجا. اگر این حال دیفالت است باید اساسی دارم خب باید آبجیکت ساخته شوه. چی ساخته شوه؟ آبجیکت ساخته شوه. حال مشکل برطرف شد چرا که نن استاتیک است. نیاز اگر نن استاتیک است نیاز به آبجیکت است که شما را باید بسازید. اگر استاتیک است با این معنی که اینجا نشته شده استاتیک حال نیاز به ساختن آبجیکت نیست. ببینید ارر میده برایتان. حال یک تکه استاتیک این مشکل است. اینجا باید مشکل بیا بازم ورش میگم که ای ام مشکل میده. خواه مشکل خواهل ده اینجا آمده. مشکل ده کجا آمده؟ یعنی اینجا آمده. میگه آیا که شما استاتیک میگین نیاز به آبجیکت نیست. اگر ما بیایم اینجا برش میگم امپلای مشکل نمیده. مستقیم نام کلاس دات و set دیتا را کال کنه. نیاز به آبجیکت نیست. نیاز به آبجیکت نیست. این آبجیکتش نه شما باید بسازید. ایرر نمیده. این اگر استاتیک است اگر ببینید این چی میگه؟ میگه خب آبجیکت است. اینجا نوشته که امپلای در اینجا ایرر داد. چرا؟ میگه پرنت دیتا که است نان استاتیک است باید استاتیک باشه. بین این هم باید چی بسازیم؟ استاتیک. دسترسی خود دارن بدون استاتیک لیکن نیاز به ساختن آبجیکت نیست. این خب میگه مشکل برطرف شد. در اینجا مشکل برطرف میشه. در اینجا برطرف شد. مشکل در خود کلاس امپلای پیدا شد. چرا؟ وریبل ها نان استاتیک هستند و متدی که او را استفاده میکنه نشیلاز میکنه او استاتیک است. استاتیک استفاده میکنه. نان استاتیک. اگر استاتیک است نیاز به ساختن آبجیکت نیست. اگر نان استاتیک است 100% نیاز دارین که شما چی را بسازین؟ آبجیکت را باید بسازین. حال ایرر برطرف میشه. چرا که این نان استاتیک هستن این هم نان استاتیک هستن. لیکن مشکل در هسپیتال پیدا شد. چرا؟ ما مستقیم نام کلاس از طریق نام کلاس او را اکسس کردیم. باید آبجیکت را بسازیم در اینجا. یعنی آبجیکت ساخته شد مشکل ما حل شد. حالی فهمیده شد؟ نشد. دیگه فرق نداره بدون غیر نه. اگر متد استاتیک است صحیح است ساختن نیاز به ساختن آبجیکت نیست. لیکن اگر متد استاتیک است با استاتیک وریبل ها را شما داخل زو معرفی کنید یا اینیشیالایز میکنید. دیگه هیچ فرق نداره. نو سره وریبل به څنګه د استاتیک څنګه سټیټیک بلی کې ورته کدام سټیټیک ہے دا خو په پاره کې ورته ولیکو د میتود کې ورته ولیکو په وریبل کې څنګه وو پیږي دا سټیټیک دی. سټیټیک به ور سره معرفي کوي کنه دا زموږ هم دا خبره کو سټیټیک شو. صحیح دا باید څنګه شي سټیټیک شي. وریبل کې معرفي ولیکو او دا سټیټیک شو. سره د سټیټیک د نه لیکلو وجه څه ده؟ د نه لیکلو وجه خدای سره چې که زه د سره سټیټیک لیکم باید هر څه سره ولیکم. مخکې خو همداسې کولی مخکې هم ګوره داسې کول ښه. اوس چې ما سټیټیک نه ده لیکلی زه آبجیکټ ورته جوړوم نوره خبره خلاص. دا هم نن سټیټیک ده دا هم نن سټیټیک ده. فنکشن چې ته جوړوې نو ته دې ته ضرورت نه لري چې ته ولیکې پبلیک سټیټیک. دې ته ضرورت نه لري. نن سټیټیک زه ساتم. نیاز به استاتیک کردن باز نیست.
به شکل عادی. اگر خواسته باشین استاتیک باشه نوشته کنین استاتیک، نوشته میکنین با استاتیک. درست؟ نو چه نن استاتیک دی ما آبجکت هم ضرورت دارم. حال این همی چیز شد. ما هیچ پبلیک نوشته هم نمیکنیم. دیفالت است دیگه. نیاز با پبلیک چرا نیست؟ چرا که دیفالت است. میتونیم باید است داشته باشین. یک نیاز به استاتیک چرا نیست؟ چرا که ما آبجکت می سازیم. نیاز به این است که استاتیک باشه. وقتی که آبجکت ساخته شد نیاز به استاتیک نیست در متد. اگر استاتیک نوشته کردین شما نیاز ندارین که آبجکت بسازین، مستقیم نام کلاس نوشته میکنین. That's it. صحیح شد؟ اگر ما رن کنیم بس همون جواب براتون میده. این میشه جواب ده. حالا پیش میریم. درست؟ خب این نمیاه که بودن ای چی هستن؟ متد ها بودن متدز. بین آل متد اورلود کنیم. متد چی کنیم؟ اورلود کنیم. پیش از اون دیگر کلاس هم میسازم ده یک کار میکنیم باز پیش میریم. خب درست است؟ بین یک دیگر کلاس ها بسازیم. با نام ادمین میسازیم. رایت کلیک نیو جاوا کلاس. نام کلاس ما ادمین است. داخل پکیج هاسپیتال. فینیش این ساخته شد. دلته وګوره مین میتد نشته په دې کې، ولې دا مین کلاس نه ده، هغه شته مخکې ده. او زه دلته که موږ شاته ځو مثلا د هاسپیټل ته ځو پکیج ته ځو یا هغه څنګه پکې راوړو شاته مثلا آبجکت ته جوړو. چاته آبجکت جوړوي ته؟ مثلا دا موږ کود ولیکه په د ادمین میتود کې کلاس کې دې کې زه بیا غواړم چې مثلا آبجکت او دا شی ورته جوړ کړم. هغه بیا څنګه دا شی ګوره دې ته آبجکت جوړوي؟ نه او دې ته آبجکت جوړوي په هاسپیټل کې وای جوړوي. هغه څنګه بیا راوړم مثلا اسانه ده. یو ده کا د کلاس نوم څه ده؟ ادمین. را بشه ګوره یو ده دې کلاس نوم څه ده؟ امپلوی پورا کلاس ته کنه دې داخل کې به ویریبل مشته میتد مشته. موږ هاسپیټل کې څنګه ورته جوړ کړو د کلاس نوم او ای ام. صحیح. اوس بل آبجکت جوړوم برای ادمین میسازیم. چرا نشته کنیم؟ ادمین باز ای डी. درست است؟ نیو ادمین. اینمی کنسترکتر شد. ای डी یو آبجکت ده. ده هر څه کېدلی شي. صحیح ده؟ حالا ایرا که کال کردیم ایخو ممبرهای کلاس امپلوی بودن. درست؟ حالا برای زومیم حالا از طریق ایدی ما میتونیم داخل کلاس ممبرها را دسترسی داشته باشیم، لیکن ممبر که نداریم باید شما ممبر را داشته باشین. باز میگم اینم تو برش میگم که بطور مثال میگم برش دبل سالری کنسترکتر ترازو است. اوس کنسترکتر ډیر کار اسانه کوي. او هغه ته موږ راځو. صحیح ده؟ بل چیز ته string like ये हम एड्रेस दار बाजू بیان میتود بسازین واید ايش پبلیک استاتیک نشنا میکنم چرا که ما آبجکت ساختیم نیاز به استاتیک نیست. دیفالت است حالت جو پبلیک نیاز نیست باید دیفالت باشه. صحیح است؟ باز ورش میگم که set admin اینم این نام میتودی ماش. یک دیگه میتود میسازیم void print admin. نمی میتود بعدی ما شد دو میتود داریم، یعنی چند ممبر داریم؟ دو نوع ممبر داریم. ممبر ویریبل هستند، فیلد یا پراپرتیز یا استیت برش گفته میشه و میتود ها فانکشن هایی که هستند برای باز بیهیویر یا میتود برش گفته میشه فانکشن ها. درست؟ حالا کار اینمی چیست؟ اینمی میتود بالای اینمی ویریبل ها کار اجرا میکنه. ما چیزا نشته نمیکنم فی الحال. درست است؟ ما آبجکت کلاس ادمین ساختیم به نام ایدی. حالا من برش میگم که ایدی دات گورا بیا راغله ادرس هم لسه سالری آیدی سالیت هم لري. چرا باید اساسی داریم؟ پبلیک هستن؟ دیفالت هستن. لیکن نوشته نمیشه و ببینید پرنت ادمین و ست ادمین هم دیفالت هستن. دام اگه دی بس کال کدلته دې ته قیمت ورکول شي که قیمت ورکول غواړي دلته قیمت ورکول شي دی ویریبل کنی خوب نیست. باید چی باشن اینم یا باید پرایویت باشن.
درست؟ بخاطر یک بار نوشته کنیم چی میشه؟ یک بار نمیشه خواه، باید هر بار نوشته کنیم در جاوا. دیروز خب ما نخواندیم، امروز میخوانیم که در اصل چی هستن. آیا که پرایوت شدن و اینمی دو متد ها چی هستن؟ دیفالت هستن. اینمی فیلز یا ویریبل های یا انستنس ویریبل که داخل کلاس هستن، این پرایوت شدن. حالا ببینید وقتی که ما میایم اد دات ویریبل ها را نشان نمیده، صرف متد ها را نشان میده برای ما. چرا؟ ویریبل ها که هستن پرایوت شدن، دیتا هایدینگ، و اینمی ها که هستن دیفالت هستن. باید شما مستقیم دسترسی دارین، هیچ مشکلی نیست. باز اد دات پرینت ادمین. صحیح است؟ اینه بود. اگر اینم پرایوت بسازیم میتونیم دسترسی داشته باشیم؟ نه خیر. من اینجا یک چیز نوشته میکنم، شما جواب میدید. خب این بعضی اوقات تو میشه که هنگ میشه. خب وقتی که هنگ میشه نوشته میکنم پابلیک استاتیک، یعنی برای ما باید یک کار اجرا کنه. خب یک پیام آفرید میکنم، دبل کوتیشن. چی است اینجا؟ استاتیک است. درست؟ ما اینجا برای نیاز به چیز داشتیم، ما آبجکت نداشتیم. نه باز چی را ارر نداد؟ پابلیک استاتیک واید. بین اینجا اینمی را ایتو میگن که استاتیک است، باید نام کلاس را قبول کنه از ما. ادمین قبول میکنه. مستقیم نگاه هم جو به آبجکت هم جو به نوبت به ولی رو نوبی استاتیک. ببینین آسان است. خواه اینم که ما استاتیک ساخته میره یا در امپلای یک استاتیک ساخته، در مثال اینمی استاتیک است. اول خود همینجا برای ما ایرر داد. درست؟ وقتی که اینمی استاتیک است برای ما در هاسپیتال در جواب نشان باید نده. ببینین عالی، ما از طریق ام نوشته میکنم، ام دات. ببین ست دیتا رو نشان میده؟ نمیده. اگر ما خود ما نوشته کنیم ست دیتا، این میره کال کنیم چی میگه؟ خواه همون مشکل پیدا شد. درسته؟ و اگر پارامیتر هم برش داده شود، اینمی حمید است. بیشتر که ما کود کردیم همین را کار میکنم. یک دقیقه ببینید ام دات هیچ ست دیتا را نشان نمیده برای ما. چرا نشان نمیده؟ وجه از چیسته؟ استاتیک است. میگه شما را اینیشیالایز کرده نمیتونید. و اینجا برای ما چی میگه؟ یک دقیقه حالا اگر ما بیایم اینه میره، اگر ای دات نشته میکنم ست دیتا برای ما نشان نمیده. اگر بیایم پس اینه میره استاتیک ختم کن، نن استاتیک شد. درست؟ حالا چی میگه؟ شما از طریق ام دات این ببینید ست دیتا آمد برای شما کال کردن نمیتونید که کال نشوه، نشان نمیده، کال شده نمیتونه. کار چطور اجرا میکنه؟ نمیتونه. درست است؟ شما در این کلاس ادمین چی مشکل داریم؟ که نمی ویریبل ها معرفی نشدن، انیشیالایز نشدن. بین که امیر ما در استاتیک متد چی کنیم؟ اینمی سلی یک قیمت میتیم مساوی با اینمی یک قیمت برش داریم اشاریه 5 اینه میشه. حالا ایرر داد بریم. صحیح؟ خب اینمی را اگر ما فیلال کال نکنم در اینجا بیایم سیف. حالا ببین در ادمین چی مشکل است؟ میگه شما نن استاتیک ویریبل قیمت دارین داخل متد استاتیک. اینمی را باید شما حل کنین. یک خود متد یا نن استاتیک بسازین، یا اگر میگین استاتیک باشه لیکن اینمی ویریبل که سالری است این هم باید چی باشه؟ این هم باید استاتیک باشه. حال مشکل حل شد. صحیح است؟
حالا نیاز نیست که ما آبجکت بسازیم با ادمین. شما میتونین مستقیم از طریق نام کلاس دات ست ادمین چی کنین؟ کال کنین. مشکل حل شد. استاد هل ته امپلای کلاس راغلی استاد اډمین کلاس استاد پبلک کلاس اډمین اوس دې استاد ویریبل پرایویټ کړی دی دا وایي کلاس سره استاد پبلک کړی دا پرایویټ دی ورته پبلک کړی دا پبلک کړی ضرورت نشته دا یې پبلک ملي اډمین یې استاد پبلک کړی دی ضرورت دا یو کلاس ګور دا ولې پبلک ده کلاس پبلک ده ځکه چې یو کلاس بل کلاس کې ته باید لاسرسی ورته ولرې کنه بدیږي چې کوم قیمتونه د استاد دا پرایویټ دي او ویریبلونه پرایویټ دي بس میتود چې دی میتود هغه ډیفالت دی هغه ته لاسرسی لري اول خو مکمل کلاس لاسرسی لري مکمل کلاس کې دوه میتود ته لاسرسی لري لیکن ویریبلونه ته ولې نه لري ځکه چې هغه پرایویت دي حالا ببینین بحث ما گدود نشده اینجا ببین ما در کلاس ادمین سه ویریبل داریم که پرایویت هستند پرایویت خو هستند به طور مثل سلری استاتیک هم است دسترسی خو نداریم لیکن استاتیک هم است به این معنی اگر استاتیک است باید داخل میتود استاتیک به این قیمت داده شود یعنی میتود هم استاتیک شد به این قیمت دادیم حالا اگر بیایم نوشته کنم که آیدی مساوی به یک حالا مشکل پیدا میشه چرا میگه آیدی نن استاتیک است و میتود استاتیک است آیدی هم یا اینه میره نن استاتیک بسازیم یا اگر ایره استاتیک می سازیم ست ادمینه آیدی هم باید چی باشه استاتیک باشه تا که مشکل حل شود درست است باز اگر ما بیایم نوشته کنم که ادرس مساوی و لایک هلمند نوشته میکنم اینمی باز مشکل پیدا میشه باز این ادرس که نن استاتیک است دلتان اینم یا استاتیک میسازین یا ایره نن استاتیک میسازین ما ایره میگم نن استاتیک باشه حالا من نیاز به این است که این هم چی باشه استاتیک باشه نیاز نیست استاد فرق اینه خود نیست پابلیک باشه استاتیک باشه اگر استاد پابلیک باشه پابلیک من میاد از طرف پرایوت ببین این فرق نمیکنه خواه داخل یک کلاس اگر هستن اگر پابلیک پرایویت نشته شده باز هم استاتیک بوده میتونه صحیح اگر پابلیک هم باشه استاتیک بوده میتونه مستقیم اکسس اسپسیفایر با استاتیک کیورد مستقیم کدام ربطی نداره استاتیک ربطی داره با دیگر کلاس ها که در اونجا شما از طریق آبجکت باید اساسی پیدا کنید یا بدون آبجکت خلاص صحیح شو ولی ایم نان استاتیک هستن ایم نان استاتیک هستن خلاص ما نیاز نداریم که چی را مستقیم از کلاس نمیتونیم باید آبجکت رو بسازیم چرا که نان استاتیک هستن id.set admin این اگر ما کال کنیم حالا براتون جواب نشان باید بده در ادمین ما چی داریم در این میتود خب قیمت ها داریم کدام پیام نداریم ما این را باید ما چی کنیم پرینت کنیم باید بین system.out.println println شد درست ما برش میگم سالری کانکتینیت کو سپیس باز کانکتینیت کو امرای چی آیدی باز کانکتینیت باز سپیس کانکتینیت ادرس مشکل ما حل میشه ببین چی میگه چی مشکل است میگه نمی فایل رن نمیشه ولی چیرته آفرین دا من میتود نلری برخی دا بخبل سر دا نشه اکسیکیوت کردن باید دینمی رن شا رن جواب نداد چرا چی کنیم که جواب بتا id.setAdmin خود کال کا خب id.printAdmin پاتے رن دا بیت کال کی رن فایل صحیح شو پوش ہوئی پہ گڈ بس لیک ډیر لوی شو کنه خو زما هدف د دې بحث همدا و چې تاسو پوه شئ حالا ببینید بیان میتود اورلودینگ رو بخوانیم درست است امی در یک کلاس ما کار میکنم در این امی کار میکنیم درست بیان امی رو ما ختم میکنم به این شکل صرف کلاس هستا بین نمیشه ما یک میتود میگرم واید صحیح یک فانکشن ما چی میکنم اضافه میکنم در مثال کلکولیشن ما نام کلکولیشن یک میتود ساختیم این امی شد امی را کاپی پیست میکنم با امی نام
متد بعدی را هم به نام کلکولیشن میسازیم. درست است؟ حالی برتان ایرر میتد داخل کلاس امپلوی ما 3 میتد داریم با یک نام. اینمی را ما بگیم فانکشن اورلودینگ یا میتد اورلودینگ. میتد اورلودینگ. اورلود با چی مانا؟ یعنی more than one method of the same name. of the same name خو ساختیم با یک نام چندین. لیکن چی میگه مشکل در کجاست؟ method calculation is already defined in class employee. میگه 2 دفعه شما نمیتونین که متد با یک نام معرفی کنین. خب اگر نمیتونیم باز فانکشن اورلودینگ یا متد اورلودینگ چرا میگه؟ لیکن در تعریف اگر ما تعریف مکمل کنیم باز شاید فهمیده شود. more than one method of the same name but with different signatures هم برش میگه signatures یا برش میگه parameters. کارهای مختلف باید اجرا کن. اگر یک متد است یک کار اجرا میکنه. درست است؟ این متد است به نام کلکولیشن. کار از چیست؟ برای ما یک پیام نشان بده خلاص. کار از او هم مقدر است خلاص. print ln نمی پیام است. اشتا میکنم this is method 1. این اینجا بین برازی کار مختلف هم میده. این شاید چندین پرامیتر داره int a int b. این شاید different پرامیتر داشته باشه like double salary double bonus. more than one method of the same name but with different parameters. شاید هیچ پرامیتر نداشته باشه مشکل نیست. حال بین نمیجه در هاسپیتال بین برازی کلاس یک آبجکت ساختیم به نام em بین از طریق em دات کدام متد کار میکنیم. ببینید اینمی متد اورلود شد. کم کار کول واړی متد نوم یو ده کار او خیا ورته که زه وایم چې صرف څه شی وکړي ما ته پیغام پرنټ کړي څه پرنټ کړي پیغام پرنټ کړي نو زه به دغه کال کوم بس صحیح شته. باز کال میکنم em دات باز کلکولیشن سالی بونس از ما بگیره. ببین بسیار با خوبی با آسانی میشه این کار. بونس هم نشته میکنم. قیمتونه ورلیگه بس اقل تا موجود راشه بیا کال کا em دات بیا کلکولیشن کم کال کا دا یو کال کا قیمتونه ورلیگه یو او لس. صحیح البته ترتیب هم دسیده هم دا ترتیب باندې کال کا مشکل نشته. بین بار اول اینمی برای ما چی میکنه؟ پیام آپریت میکنه. ای چی کار میکنه؟ باید ای بی را بگیره یک لوپ بگیره. صحیح است؟ بیاین یک لوپ بگیریم. این آی مساوی با ای. صحیح است؟ آی تا با کجا میره؟ تا با مساوی یا کوچک است تا با بی. درست است؟ چی کار برای ما اجرا کنه؟ چی مانده ده اینجا؟ اپدیت یا کاونتر انکریمنت مانده آی پلس پلس. صحیح است؟ باز برای ما نشان بده system dot out dot print ln قیمت آی برای ما پرینت کنه. و این کار از چیست؟ برای ما نمی توتال بکشه. امی جا ما دبل میگیریم دبل net salary and then salary مساوی net salary مساوی با salary جمع بونس. اضافه کاری تا اضافی پیسو این باید ریترن هم کنه. نشته کنیم ریترن net salary کارهای مختلف اجرا میکنه برای تا چی ریترن ایرر میتا یس ولی ریترن کی مشکل ودا ریترن کوله نشي ولی صدقه وارد آفرین یعنی جواب چی باشه دامل کارهای مختلف اجرا میکنه با یک نام متد است. چرا با یک نام است؟ آسانی است یاد گرفتن یزو ای که ریترن میکنه اینه میره اینا باید چی کنیم ما ذخیره میکنیم یک دیگه ویریبل توتال سالری مساوی با خود اینمی هر چیزی که برگشت داده حالا برش میگم system dot out dot print ln نشته کنین
your net salary is equal to concatenate and the net salary. Offering total salary. That's it. Compile, run. یو میتھڈ پیغام درته پرنٹ کا، یو لوپ درته تکرار کا، یو نیٹ سیلری درته پیدا کړ. کلیئر؟ کارهای مختلف برای ما چی کرد؟ اجرا کرد. میتد اورلود شد. آله ما هیچ وریبل نمیگیرم و میگم اینا میره برای ما پرنت کنه، چی کنم؟ اینا می خب برای ما ریترن کردنه مجموعه بونس و سلیه امیره با مستقیم پرنت شود دیگه وریبل ذخیره نشه. سو ما یو بل وریبل کې مخکې ذخیره کړ شي چې ریټرن کړي زه هم ریټرن دي شي ډایرکټ دی پرنٹ شي سو کم دلته دا واسه کې ونی سو ډایرکټ به ها پرنٹ کول لپاره استعمالي افرین ډایرکټ به سیستم ډاٹ کو کرا سیستم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنٹ الن دا ختم آخر کې قوس اضافه مستقیم پرنٹ کریں. اما دو چیزا شما دیدین در وریبل پس ذخیره می کلمه تانین و یا مستقیم پرنٹ کنین مشکل نیست. یعنی فنکشن یا میتود اورلود شد. اورلود به چی مانا؟ داخل یک کلاس چندین میتودها هستند با یک نام هستند و کارهای مختلف اجرا میکنند. درست است؟ خب یک چیز براتون میگم داخل در فنکشن اورلودینگ یا در میتود اورلودینگ چی فرق می داشته باشه خواه؟ یا چی چیزا را باید شما در ذهنتان باشه در میتود اورلودینگ؟ یک دیتا تایپ بطور مثال شما اگر از هاسپیتال یک انتیجر دو انتیجر را روان کردین یک میتودی باید باشه که دو انتیجر را داشته باشه و این مانا برای از این میایه همون قیمت هایی که انتیجر هستن یعنی یک ده از این معلوم میشه که شما میتود کال کردین میتود که دو انتیجر داره یعنی دو وریبل دیتا تایپ انتیجر داره این همی کال شده یک انت باشه باید درست یک دیگه سیکونس هم باید در ذهنتان باشه سیکونس آف پارامیترز یعنی ترتیب وریبل ها شاید در اینجا چی باشه یک در اینجا باید شاید دبل باشه چی باشه؟ شاید دبل باشه در اینجا درست است؟ یا تو میگم این همی باشه این همی جمعه هم ایره تگیر میتون بونس شاید انت باشه چی باشه؟ انت باشه حالا وقتی که شما کال میکنین در ذهنتان باشه که شما کدام نوع معلومات چیز میگن ببینید اینجا ارائه آمد no suitable method found for calculation double یعنی که شما دبل روان کردین اینمو تو به این شکل برای نمی کار که نمی که متارا بگیره اینمو تو کدام میتود ما نداریم سود نشد صحیحه حالا باید را چی بسازیم انتیجر مشکل حل شد حالا میبینید ارر نشان میده و سیو که میکنین باید ارر برطرف میشه اوست صحیح شد نو سیکونس به هم ترتیب کے ساتھ ڈیٹا ٹائپ به صحیح ساتھ ڈیٹا ٹائپ مشکل ہوس کنه اگر ما بیایم تو کنیم حالا خود درست است اگر ما ترتیب تغییر بدیم باز مشکل پیدا میشه بین نمیجا ترتیب حالا بین نمیجا حالا چی میگه خواهم باز ایرر داره چرا ما خود صحیح است یک میتود داریم که دبل هم گرفته میتونه این هم گرفته میتونه مشکل در کجاست در ترتیب پارامیتر اول انتیجر است باز دبل است شما اول دبل باز انتیجر رای کنین امیره بگیرین دین اینجا انتیجر رای کنین بارزو دبل روان حالا مشکل هست و در آخر یک دیگر چیزی که در ذهنتان باید باشه نمبر آف پارامیتر تعداد پارامیتر ها ببینین این میره که شما روان میکنین شاید قیمت سیوم هم روان کنین ما ایتو میتود داریم که سه قیمت ها را گرفته میتونن نه خیر نداره حالی مجبور هستین شما اینجا بیاین انت بگیرین انت اکس بگیرین حالی تکمیل شد این سه چیزا که هستن در ذهنتان باید باشه
دیتا تایپ به این معنا که شما اگر از اینجا انت روان میکنین باید اینجا انت باشه، دو وریبل اینتیجر باشه. یک سیکونس ترتیب در اونجا اگر شما به این شکل روان میکنین اول اینتیجر باز دبل باز اینتیجر، با همون ترتیب در اینجا وریبل ها باید موجود باشن، اول انت باز دبل باز انت، ترتیب باید یدوت نباشه. و تعداد پارامیترها به این معنا شما پارامیتر دو دارین و 3 قیمت‌ها را برش ارائه کردین، این مشکل پیدا میشه در اینجا. این همین نمبر آف پارامیترش. درست است؟ میریم پیش. این خود درس بسیار 2-3 روز میشه ما تکرار میکنیم. وقت